Misol 44 از آریتمتیکه. در اینجا یک سوال وجود است، یعنی جمشید روز یکم از سه یک قسمی حصه تمامی راه رو و باز 58 کیلومتر رو و روز دوم از 52 حصه تمامی رو و باز 66 کیلومتر رو با کنار طی میکند. مسافه تمامی راه چند است؟ بیا این سوال رو اول تصور کنیم چه خیلی است. یک راه داشته است، مسافه باید بیابیم، نمیدانیم ما و متماتیک اگر ترجمه کنیم چه می شود؟ یک راه دارم و درازه اون نمیدونم x میگه، بیاین در واقع x مونم، لیکن در 2 روز من این راه رو طی میکنم. بیاین روز یکم همین قدر باشد، روز دوم دیگر قسمش باشد و از اینجا چی میگه به من؟ یکم قسم در یکم روز، این یکم روز باشد، یکم روز و دوم روز. در یکم روز از سه یک حصه رو من نشون میدم، یعنی از سه یک تمامی رو تمام درازه x گویم همین قدر میشد و باز جمعی 58 کیلومتر رو طی میکنم. در دوم روز باشد از 5 دو حصه راه رو، یعنی 2 تقسیم 5x جمعی 66 رو طی میکنم. باز اکنون چه فکر رو میکنم؟ من تمامی راه رو میدونم x است و این مثال رو چه فکر میکنم؟ اگر هر دوشو جمع کنم باید به x برابر باشد. میتونم فکر کنم یا اینکه نیو کنیم به دیگر راه نشان دهم، همین باقی مانده، یعنی هر دو اینو جمع کنیم باید برای x باشد. خیلی کار که میتونه اگر به شما آسان تر باشد. من با دیگر راه میرفتم میدم. چه کنیم؟ 1 تقسیم x جمعی 58 جمعی 2 تقسیم 5x جمعی 66 برابر x است. و از اینجا مدل پیدا شد. چه کار میکنیم؟ x ها رو با یک طرف جمع میکنیم و عدد رو به طرف دیگر. این چی میشود؟ بیاین x ها رو به طرف راست گیرم. 58 جمع 66 این برابر 24 میشود. x مینوسی x تقسیم 3 گویم و مینوسی 2x تقسیم 5 و به اینها مخرج عمومی میدیم. 24 برابر مخرج عمومی 15 است. یکمش میشود 15x مینوسی 5x مینوسی 6x همش تقسیم 15 و x رو چه میابیم؟ تناسب ضرب تناسب 24 ضرب 15 این برابر میشود. صورت رو ساده کنم 4x میشود و x برابر 124 ضرب 15 تقسیم 4 و اگه من اختصار کنم چه میشود؟ 31 ضرب 15 ضرب کنیم این میشود به 465 کیلومتر برابر است تمامی راه. یا اینکه خیلی کرده میتونستن یکم روز که x هسته، دوم روز x مینوسی همین چی، یعنی یک منطق داره، یک مدل. یعنی شما به سوال چه فهمیده باشه همین فکر کنیم، یعنی مدل یک میشد، یعنی دوم روز x مینوسی 1 تقسیم 3x جمع 58 برابر میشد به دوم روز، یعنی با برابر میکنیم با این مدل یک مدل میشود. سوال 39 از همین کتابچه، همین نمود سوال، فقط عددهاش دیگر خیلی است.